بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. روزی که روحهای سفید شود و روحهای سیاه گردد، پس کسانی که روحهایشان سیاه گردید و ایشان گفته می شود آیا بعد از ایمان خیش کافر شدید؟ پس به سبب آنکه کافر شده بودید عذاب را بچشید. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اما کسانی که روحهایشان سفید گردید پس ایشان در رحمت خداوند بوده در آن جاودانه و سر میبرند. تلك آیات الله نتلوها علیک بالحق وما الله یرید ظلما للعالمین. اینها آیات خداوند است که آن را به حق بر تو میخوانیم و خداوند به هیچ یک از جهانیان ستمی نمیخواهد. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست و همه کارها برای فیصله به خداوند بازگردانیده می شود. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شما بهترین امتی هستید که برای خیر مردم بیرون آورده شده است. به کار پسندیده امر و از کار ناپسند منع می نمایید و به خداوند ایمان دارید. اگر اهل کتاب ایمان می آوردند این کار به خیر ایشان بود. بعضی از ایشان مسلمانند و بیشترشان فاسقند.